جدرن تایبت راگهاندن گو پشتی گوچکدارن پهده باجارن قامشلو و حسکی جالوینین شهیدن خوا والا کرن نهاد تخا که باجار حسکی رادستی رژیم سوریه کرن. لگوری جدرن آرکه گوچکدارن پهده تخا انش و رادستی رژیم سوریه کرن. گو رژیم جی جالی خوا دست به آوا کرن ریبندن خوا لوه تخا کرن لگوری ریکفتن ادناورا پهده و رژیم ده. هر لگوری زانیاریان گوره کفتنک دناورا هر دو آلیان ده هیا گو خالن کنترول ین هفبش ورن آوا کرن دناورا وانده لباجار حسکی و بالکشان سرویه که گو رژیم ریبنده شاخ اولهی لشکری لتاخانش و آماده کریه. لگوری آگاهین گهشتن آرکه گوره کفتنا دناورا پیده و رژیم ده نبتنی لشکریه لی اولهی و آبوری و گلک آلین وی دنجی هنه و دمن بده ورن جیبه جی کرن. بریان حاجی فؤاد علیکو اندام هفمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه و سرکرده انجمن اجتماعی کرد لسوریه راگهاند بو گو مترسی هیا شرادستکرنا گودناورا پهده و رژیم سوریه ده چه دبه درباره باجارین کردستان سوریه. علیکو هر وها گوتبو ام نزانن گلو چه دبه بتنه او آگاهیم بچوک گوش آلیه راگهاندنا رژیم بلاف دبه. بطایبت گو پیده و سرکردین وی بیدنگن درباره آگاهین رادست کرنا باجارن روش آفای کردستان جبو رژیم سوریه. اوه دمکه گلک آگاهی درباره رادست کرنا باجارن کردستان سوریه جبو رژیم سوریه بلافونه. لو ما مترسیه که مازن لجمگل کرد درکتیه گو اف باجار ون رادست کرن بگو تو گارانتین دستوری درباره مافگل کرد لسوریه ورگرن. اوه چند روزن پیاده دست براکرنا آلوینین خواه لباجارین قامشلو حسکی کرنه و بحثا و گره رژیم اسد جبو باجارین کردستان سوریه تی کرن. هفدمی گو رژیم دست ببرفره کرن و بهز کرن ریبندین خواه لباجار قامشلو کریه.